درود دوستان، مسابقه عبدالله خوجاєв بر ضد ورزشگری برزیلیایی فیلیپ دوگلاس در لیگ یو ای واریورز حاضر به انجام رسید و در این مسابقه عبدالله خوجاєв با قرار یکدلانه داوران دست بالا شد. ما با این برد عبدالله خوجاєv را در کامنتاری ها تبریک میکنیم و با او موفقیت آرزو می‌نماییم. دوستان، عبدالله خوجاєv رو تبریک کنید. خیلی مسابقه خوب گذشت. حریفش خیلی پرتجربه بود، راستو خیلی خوب جنگ میکرد و از بس که عبدالله خوجاєv هم در پرتر و هم راستو خوب جنگ میکند، همیشه عوض میکرد. تاکتیکش خیلی خوب بود. کمتر راستو جنگ میکرد، میگذاشت با پا حریف رو میغلطاند و در پرتر با کار میکرد. با همین نمود با قرار یکدلانه داوران عبدالله خوجاєv بر فیلیپ دوگلاس دست بالا شد. دوستان، ما باوری داریم که عبدالله خوجاєv رو سال آینده در لیگ یو ای واریورز قهرمان خواهیم دید. دوستان، عبدالله خوجاєv رو تبریک کنید در کامنتاری ها و با او موفقیت ها آرزو نمایید. و در همین مسابقه امروزه، مسابقه یکم، ورزشگری تاجیک محمد کبیر نظرزاده بر ضد ورزشگری ازبک بهزاد عبدالرحیمов بود و متاسفانه ورزشگری ازبک با زانو در مابین پای ورزشگری تاجیک ضربه زد که این اجازه نیست در این بازی و از بس که ورزشگری تاجیک مسابقه رو ادامه دادن نمیتونست، برای همین داوران این مسابقه رو منع کردن. نو کانتست با قول روسو نیست استایفشیسیا و منع کردن مسابقه رو و گفتن که نیچیه، تمام این مسابقه با قولی که برگزار نشید، چون که ورزشگری تاجیک نتونست ادامه داده این مسابقه رو، چون که ضربه زانو مابین پا خیلی سخت بود و او حتی از جایش خیسته نمیتونست. این ورزش است، فکر میکنم که ورزشگری ازبک نخواست این کارو کنه، ولی این اتوماتیک تو فکر نمیکنی میزنی و میشود. متاسفانه این کارها در ورزش میشود و ما با ورزشگری تاجیک محمد کبیر نظرزاده سلامتی آرزو می‌نماییم و ان شاءالله که او را در مسابقه‌های آینده دست بالا خواهیم دید. رکورد او 5-0 است. خیلی ورزشگری پرتجربه است، جوان است. ما باوری داریم که او در یو ای واریورز چمپیون می‌شود. دوستان، ورزشگران تاجیک رو در کامنتاری ها تبریک کنید و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.